خریدهای خارجی استقلال منتفی شد. قبل از خبر امروز ممنون میشم چنل رو ساب و ویدیو رو لایک کنید. در آخرین روز نقل و انتقالات فوتبال ایران همه پیش بینی می‌کردند که استقلال یک بازیکن خارجی رو به خدمت میگیره تا کمی از دغدغه‌های جواد نکونام رو کم کنه، اما حالا از این باشگاه خبر میرسه که جذب بازیکن مصری هم به مشکل خورده و قرار نیست بازیکنی به لیست استقلال اضافه بشه. در شرایطی که نکونام قبل از بازی با استقلال خوزستان اعلام کرده بود به 2 بازیکن خارجی نیاز داره و اگه بنابر جذب تنها یک بازیکن باشه ترجیح میده در نیم فصل یک بازیکن با کیفیت جذب کنه. حالا منابع نزدیک به باشگاه استقلال اعلام کردن به دلیل محدودیت در سقف بودجه خرید بازیکن مصری هم با مشکل مواجه شده و این بازیکن جذب نخواهد شد. این بازیکن مصری که هفته پرحاشیه‌ای رو سپری کرد تنها 12 روز پس از پیوستن به تیم راجا کازابلانکای مراکش با این باشگاه فسخ کرد و در ادامه راهی قبرس شد تا با تیم دوکسا کاتوکوپیاس قرارداد امضا کنه، اما به دلیل منقضی شدن پاسپورت اون ساعاتی رو در فرودگاه این کشور بازداشت شد و بعدش هم به مصر دیپورت شد. آقای خانی عضو هیئت مدیره استقلال اعلام کرده بود که کار پیوستن امرووردا که امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم به این تیم تموم شده، اما مثل اینکه حالا این بازیکن نمیتونه جذب تیم آبی ها بشه. بازیکنی که در پست وینگر چپ بازی میکنه و نکونام تمایل زیادی به جذبش داشت، اما حالا حضورش در ایران در آستانه منتفی شدن قرار داره. بازیکن دیگه ای که استقلالیا میخواستن تا اون رو به تیم اضافه کنن گوستاو بلانکو، مهاجم آرژانتینی که سابقه بازی در لالیگا 2 رو در کارنامش داره و میتونست در خط حمله کمک کننده نکونام باشه، اما حالا خبر میرسه که این بازیکن هم جذب تیم استقلال نخواهد شد. اگه دوست داشتی میتونی ویدیوهای دیگه چنل رو هم ببینی. ممنون از همراهیت.